السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز میخواستم یک حکایه، یک قصه از یک پیرمرد برای شما پیشکش کنیم. بسیار قصه عبرت آموز است و قصه هست که برای هر انسان مسلمانی که اندیشه داره در کار می شود. میگه پیرمرد در دشت بیابان گذر میکرد. بسیار تشنگی او را غلبه کرد و چشمش به یک چاه افتاد و به نزد اون چاه رفت و در اون نزد چاه چیزی پیدا نکرد برای خود، برای آب نوشی. اصلا چیزی که پیدا کنه تا اینکه از درون چاه آب کشیده بیرون کنه تا که تشنگی خودش چیکار کند، برطرف کند. چیزی پیدا نکرد. هر طرف کوشش میکرد، نظر میکرد، چیزی نیافت. بعدا ناعلاج شد و در همون نزدیکی چاه چیکار کرد، از تشنگی غلطید و خوابش برد. یک لحظه بیدار شد که بعضی از حیوانات آمدن به لب همون چاه و با قدرت پروردگار از همون داخل چاه آب بلند شد و اون حیوانات نوشیدن و این پیرمرد نظر میکرد. وقتی اون حیوانات گشته رفتن، اون آب چاه با پس شد. میگه پیرمرد ندا کرد یا الله مهربان، چرا برای کسی که مکلف نیست، مقصد زبان نداره، حیوانات زبان نداره، به آنها آب میتی و من که زبان دارم مکلف هستم بر من آب نمیتی. میگه از طرف پروردگار ندا آمد، گفت ای بنده من، اونها مکلف نیستن، حیوان هستن، نه که همیشه امید به پروردگار شو دارن، همیشه دو چشم چار شو به پروردگار شو، نه که الله اونها را رسم میده. و تو که مکلف هستی، تو که عقل داری، تو زبان داری، سخن کردن میتونی، همیشه دو چشم چار برای دنیا هست، به دنیا هست، به پروردگارت نیست. مقصد همیشه از مخلوق طلب میکنی. مقصد از این قصه چه برادران اهل اسلام؟ هر جا که هر مشکلات پیش هر کسی پیشکش میکنی، درد غم به هر کسی که میگه به تو نمیرسه غیر الله، شما اولا هر درد غم هر مشکلاتو که داره پیش الله پیشکش کنید. یگانه کسی که به داد من تو میرسه و از پنهانی و ظاهری از همه مشکلات ما آگاه است، این پروردگار است. اویه که یک قصه را پیش یک برادر میکنی، یک درد دل میکنی پیش الله که 100 بار او خوبتای برایت را. الله متعال من شما را موفق کنه که در هر مشکلاتم، در خرسندیم همیشه دست بردار.